سلام خدمت دوستان و همراهان عزیز. امیدوارم که لحظه ها و ساعت های خوبی رو سپری کرده باشید. در این مجال و این اپیزود قصد دارم در مورد انواع تعارضات و اینکه چند نوع شیوه تعارض داریم و عملا شیوه تعارض یا حل یک تعارض یا بهتر بگم تنش آیا لزوما لازم یک نفر از اطرافیان بازنده باشه یا طرف مقابلش برنده. این مبحثیه که در این اپیزود قصد داریم با هم صحبت کنیم و اصولا تعارض بر سر چه مسائلیه. با ما همراه باشید. من دانیال جغلاتیان، مشاور خانواده و زوج درمانگر، در این اپیزود در مورد انواع تعارضات و اینکه تعارض اساساً بر سر چه مسائلی رخ میده با هم گفتگو میکنیم. اولین موضوعی که باید روشن کنیم که بین تعارض و اختلاف نظر توی زندگی ها رابطه های زوجی تفاوت اساسی وجود داره و عملا این دو واژه و مفهوم تعارض و اختلاف نظر نباید با هم یکی دونست. تعارض یعنی که دو تا تفاوت توی دیدگاه ها ارزش‌هاشون وجود داره و اینکه توی این تفاوت توی اون دیدگاه ها یا ارزش ها باعث میشه که فرد اون دیدگاه و ارزش و باور خودش رو خواسته باشه به فرد مقابلش که پارتنر یا همسر یا حتی دوستش باشه بهش تحمیل کنه. اما اختلاف نظر تعارضات جزئیه. اینکه تعارض بر سر خرید لباس، تعارض بر سر خریدهای خیلی جزئی، اختلاف نظر تو همه اطرافیان و حتی تو دوست و پارتنر وجود داره و عموما توی اختلاف نظر دقت کرده باشین تحمیل عقاید و ارزش‌ها و باورها وجود نداره. بیشتر اختلاف نظرهای شخصیه که با مذاکره و گفتگو و قابل حله. عموما تعارض‌ها بر سر چند مورد ایجاد میشن توی زندگی‌های زوجی، توی رابطه با دوستان و حتی رابطه کاری. تعارض بر سر نیازها، همونطور که توی پادکست قبلی ما اشاره کردیم، ما 5 دسته نیاز داریم که به نیازهای عشق معروفن: نیاز به تایید شدن، نیاز به گفتگو، نیاز به این که توی کارهای خونه به هم دیگه کمک کنیم، نیاز به این که نوازش محبت جسمانی و عاطفی داشته باشیم، نیاز به این که برای هم دیگه هدیه بگیریم، نیاز به توجه و محبت و نیاز به این که برای من مهم و ارزشی. و هر کسی نیازها و ارزش‌هاش و بهتر بگم زبان عشقش متفاوت و منحصر به فرده که باید پارتنر مقابل اینو متوجه بشه و درک کنه. اولین موردش تعارض بر سر نیازهای، دومین موردش تعارض بر سر خواسته های یا بهتر بگم دنیای کیفی اون فرد، دنیای تصویری که تو ذهن خودش اون فرد ساخته، میخواد این پارتنرش، این دوستش هم بر اساس اون رفتار کنه، عمل کنه و سر این به کانفلیکت و تعارض و تنش دچار میشن. تعارض مورد سومش تعارض بر سر باورها و ادعا کنه، باورهایی که داره، ارزش‌هایی که داره، اما فرد مقابل خلاف اون باورها و ادعاکاشون داره. و تعارض چهارم تعارض بر سر ارزش‌ها و آخرین نوع تعارض بر سر اهداف یک زندگی مشترک یا حتی یک رابطه کاری مشترکه. ما عموماً 5 هیته داریم که توی تعارضات تو رابطه زوجی یا رابطه عاطفی به وجود میاد. مورد اولش این که موضع حمله یا این که دو طرف پارتنر و همسر تو موضع بازنده قرار میگیره، یعنی نه نیازها و خواسته های همسر توجه میشه و نه نیازها و خواسته های فرد مقابل و به عبارتی میخوان این دو طرف نیازها خواسته خودشون هم دیگه تحمیل کنن و سر اونها با هم به نبرد و جنگ میرن. اما این به نتیجه نخواهد رسید و زوجینی که توی دهه‌های امروز خصوصا وجود دارن توی این استیج یا توی این مرحله هستن. مورد دوم تعارض یا بهتر بگم یکی از موضع‌های برنده و بازنده. به چه صورت اینکه
میگه نیازها و خواسته های من برآورده میشه، اما نیازها و خواسته های پارتنر یا دوستم اصلا برآورده یا ارضا نمیشه. و اینجا چیزی که تنها تو این رابطه میوازه رابطه عاطفیمون دوچار شکست میشه. مورد سوم که جدیداً توی خانواده های سنتی و قدیمی که خیلی بودن و دهه‌های قبل وجود داشت و همچنان هم وجود داره، موضوع قربانیه که عموماً خانم‌هایی که توانایی مالی ندارن، عزت نفس پایینی دارن، حمایت و پشتیبانی کافی ندارن و تو اون زندگی میمونن با تمام اتفاقات و خیانت‌ها و دروغ‌هایی که تو اون زندگی اتفاق میفته، اما همچنان تو اون زندگی میمونن. به اصطلاحی دارن که با کفن سفید میرن، با کفن سیاه هم بعد برگردن. و اما تو این موضوع همسر خواستش برآورده میشه، اما اون شخص که فرد قربانی باشه خواسته ها نیازش اصلا دیده نمیشه و برآورده نمیشه و عموما احساس بی‌ارزشی، اندوهناکی و غم و پشت اون احساس پوچی شدیدی دارن. اما و این افراد مستعد بیشتر افسردگی و خطر آسیب به خودشون و حتی افکار خودکشی یا حتی اقدام به خود زنی دارند. مورد چهارم یا استیج و مرحله چهارم توی تعارضات مرحله توافق یا مصالحه هست، اما یک گام قبل از توافق یا بوده. توافق یا مصالحه یا بهتر بگم مذاکره بدبستان که یه چیزی اون پارتنر میده، یه چیزی فرد مقابل هم میگیره. به عبارتی فرد مقابل نصفی از نیازها و خواسته هاش برآورده میشه و پارتنرش هم نصفی از نیازها و خواسته هاشون برآورده میشه. یه دوری بدبستان تو اون رابطه عاطفی، رابطه کاری اتفاق میفته و به اصطلاح عامه مذاکره، گفتگو یا بهتر بگم مذاکره میشناسن. اما در حالت ایدئال ترین و بهترین نوعش موضع و استیج برنده اون تعارضه، یعنی که فرد به خواسته ها و نیازهاش برسه و اونها در نظر بگیره و پارتنرش هم اون خواسته ها و نیازهای خودش رو در نظر بگیره و در مقابلش هم خواسته ها و نیازهای خودش هم در نظر بگیره که این رابطه بود تو اتفاق میفته تو اون تعارضات. و عملا تعارضات دقیقاً مثل یک مذاکره و گفتگوی بوده که باید دو طرف سر یک میز با هم بنشینن، سر خواسته هاشون نیازهاشون صحبت کنن، به توافق برسن و اونا لیست کنن که تا یک مدت زمانی بازه زمانی به اونا برسن و یکی از اونا تخطی کرد برای اون یک آلان یا حتی یک پیامد در نظر بگیرن. و اون زمانی که توی رابطه های کاری یا حتی رابطه های زوجی اختلاف نظر تعارض جدی به وجود میاد، معمولا بر سر خواسته ها و نیازهای اون زوجینه که این اتفاقا میفته و معمولا توی درمان های زوجی استیج اول که مربوط به تعارض بر سر نیازهای درمان های هیجان مدار کارهای به شدت زیادی دارن و حتی درمان های هیجان مدار توی استیج دوم که تعارض بر سر دنیای کیفی فردم یا بهتر بگم درمان‌های زوجی گلسر هم تو این هیته استیج دوم کارایی لازم دارند. امیدوارم که شاد و پیروز باشید، موفق و پیروز باشید.